برادرای عزیز سلام علیکم. چخیلیم برادرها، سوزاکین خوباکین برادرای عزیز، اپای مهربان خواهش میکنم از شما، التماس میکنم همین نوارا پهن کنید، باور کنید به حد همین ضروره. برادرای عزیز نگاه کنید، نام همین دخترک یک نامش یک نامش صبرینا میگیرن، یک نام دیگهش نام دکمیتانش حمیدوه حمیدامو، حمیدوه حمیدامو. برادرای عزیز همین خواهرک شوهر داشته، طول یک ماه میشوه زندگی کردن شد. الله اعلم کجا برو ماگی رفتگی. برادر عزیز هیچ که نمیدونش. همه خانواده شون در تشویشن. این نمره من میمونم، نمره 3 نمره میبرن، نمره تاجیکستان. التماس میکنم اگر همین را کدامت بدونین برادر عزیز، خواهش از شما میکنم برادر، همین لایک کامنتار شما ماده یگون فایدهش نیست. فایدهش همیه که ما با دستگیری شما با عیاری شما همین را یافت میکنیم. مقصد الحمدلله که صاحبو شونده میسپاریم شون. الله برکتون تا کدامت که دستگیری میکنین. خداوند درد سر پدر مادرتون نبینین. التماس همین نوارا پهن کنین. برادرای عزیز این شوهر داشته بیچاره، نامعلوم است چی گپ است در اینجا. نو با یک چیزی بزیبیش در همیه که همین گولک قطیش گرفته رفتگی ای. نمی گولک قچه این گولک این نیست برادر عزیز. یک مشکل شوهر کرده شه همین گولک قطیش گرفتگی نوبوت نیست، خط خبرش نیست. طولی چند قمه شوه خط خبرش نیست. خواهش میکنم همین نوارا پهن کنین، باور کنین خودم ایزا میکشم از دست همین را که من میگم که مقصد پهن کنین همین نوارا، بخاطر که برادرها ندهه همین چیز. التماس میکنم. شیروی ناری فیض‌آباد همین خواهر ما و شما ای فیض‌آباد دسته برادرها نیتی بد نکنین، همین در و نیتی بد نگذارین. الله خودش میدونه بستر همین خواهر چی اومدگی، چی مشکلی اومدگی، اینا فهمیدن در کار. برای همین خواهش از شما میکنم برادر عزیز همین را پهن کنین. همین خواهر از فیض‌آباد به دسته شیروی ناری فیض‌آباد و باوری دارم شما شیری ناری همین پدیلیت ساش کنین، لایک شمونین، التماس پهنش کنین برادرها. خواهش. السلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوخ سلامت هستین. دکتر سلام علیکم برادرم، چخیلی برادرم؟ همه خوب تنج؟ کارو برو همه خوبه تنج؟ خداوند ساز. چخیلی بچه سازی تنج؟ تاغا سازی خوبی تنج؟ سلامتی خوب؟ چخیلی جوره سازی خوبی تنج؟ چخیلی شنو؟ نام چی ای؟ رسول جان. سازی تنج؟ ایگ جوین؟ ایگ سنگی نه؟ شهری نره. برادر عزیز ایگ در کلینیک قرار داریم بچه‌های جامعه. تو چخیلی دیگه؟ کارو چخیلی؟ خیلی دیگه جا میشه. ای هم ایقم سنگیر بدسته. سگاره ایقم سنگیر نگاه کنین نه؟ شیروی نر در همی جان. تاقا خیلی چخیلی؟ تاقا چند در اومده؟ 32. 32 ده ها؟ همان اشتگه دیگه. کارو خوبه خیلی دیگه جایی؟ پنجکین. بچه های پنجکین اینه برادر دیدین اینا؟ مقصد اومدن دختر دا قبول کردن. یگم شکایت نیست. به حرمتی نمیکنن. نه مردک بونه. خواهق نمیدونن خیلی گوش نمیکنن. خیلی موج بکره موج. نکرینه دیگه. حرمت میکنن آخه. همین سن گلاونی حرمت. همین خلاصه حرمت احترام کنن. با دیگه همین خلاصه ها. تو چی خزیق میتوی؟ زن داری یا که زن نداری؟ داری زن؟ تال چندی؟ خان تابزه. تو خیلی چی؟ تابزان داره. خان تابزان مالادیس. با ما گفتم شما مایده بودیم بچه های یوشه. همین زن که گرفتی تمام دیگه اوج مردک میشه یکی جوره. دکتر خوبی دیگه؟ سلامتی هم خوبه؟ تینجا یگم پرابلم نیست؟ یگم ایسوسون. اگر باشه میگه نه؟ تمام گپ نیست. شیروی نر قمسانگیر پنجکین؟ نه شیروی نر قمسانگیر پنجکین دیدین؟ برادر عزیز نگاه کنین یک اقدام نو گرفتیم. آدرس را بگو دکتر جان. السلام علیکم اولا بار هموطنان مسافران محترم. اینا ما روزهای جمعه یعنی روزهای جمعه را بحر شمایان بحر یعنی اهل مسلمان خودمون وای کردیم که فقط قبول دخترامون یعنی بے پول است رایگان میتونن. خیلی مالش تولی آدما امکانیتشون محدود هست. برادر عزیز دکتر به حد هست دکتر گپ نمیزنه خیلی. نگاه کنیم برادر عزیز روزای جمعه شخصانی که
از نام کانال بابای لنگری میوین در اینجا قبولتون میکنن شیروینار انا روز جمعه قبولش به پول برادر عزیز مقصد دیگر پروسس‌هایی که میگذرونند دیگر پروسس‌هاش برادر عزیز انا سوق برادر عزیز نگاه کنید ما همین قدر میتونم که با شما را مردم غریب مردمی که علوی میرون در سر توانه بینم اگم کمبودی میشه اگم چیز میشه مقصد که خدا نگاه بداره برای همه کوشش میکنیم که برادر عزیز برای شما را کمی هم باشه سبب باشه اینا اومدیم الحمدلله که روز قبولش خودش یکین مزوری هم خیلی هست روز قبولش نه قبول دکتر یکنیم حضور ما همون روز بیس پلان روی گم کردیم مقصد باید جش خطا میکنیم هر کس جای خیچه میدونه انا برادر عزیز نگاه کنیم روز قبولی که دختر قبولت میکنه همون یکنیم مزوری اگر نمی روز میسول نگاه کنیم ده برادر عزیز اگر 20 نفر بیاید اون بچه ای هم نرمال هشه نه بچه چقدر دقیقه دو کنیم برای هم برادر عزیز لایکاتون رو بمونین کامنتاری چوت که بنویسونین ادرس رو بگو دکتر جان ادرسمون شولکوفسکی شاسی دوم 44 کورپس 5 اینمی برادر عزیز ای پرا به دکتر ای مترو یکم وقت برآمدن تخمینا 4 دقیقه پیشگام اینمی لاوی راه ده برادر عزیز دکتر خودت گپ میزنه که خودم گپ زنم امی چی نمودی کسال باشد قبولشون نکنه خدا اگه کسالشون نکنه مثلا چی نمودی که باشن میتونن که مراجعت کنن اکا چیکوکا دادی خدا چوکا دادی میونتا لاتو دادی مثلا نه برادر میون شاید طرف چوکا این اوی خمید میخواه ولی هم طرف ما اوی خمید میخواه خدا سوزی نه این رنگی فیلای جورا یکم درد نداره خدا صبح کسال نششید انا نگاه کنیم برادر عزیز مقصد برادرایی که ما مسئله دا گپ زده بودیم مسئله گریجش مسئله همه چیزا شما میتونید که به یکم چیز مقصد برادرها را قبول کنیم خلاص بله سوال پیدا میشد که همه وقت کدام بیماری ها را قبول میکنین چگونه وای میکنین دکتر خیرورگ درماتولوگ تراپیوت کاردیولوگ اورولوگ اندوکرینولوگ برای زنانه گینکولوگ اوزیست اینا همش هستن قبول دکترمون اگر همین گریجا هم روزای جمعه بیاید دیدن تشخیص موندن 100% بیسپلات میباشد نیکی اپیراتساش نه اپیراتسا اوجه وای دیگر چیز است شما نپاولینشون بله شما نمیتون شما یعنی که در کانسر دستگیریش میکنین نمیتونین در یا شتاش دارن نه خیلی کم نیست یعنی که اپیراتسا رو در همین درون میزگرونه فقط قبول دکتر همین مومنتوی هست که همین نه ما فهمیدم نه یعنی ما گفتنیم که حالت‌های میشوه که موجود همین استرومنت ها موجود همین چیزا در شما نباشه شما میتونید که نپاولینش بتین یا گونجوی دیگه قابل نه همه گونه یاری طبی را ما میرسونه تو جایی که امکان پذیر است از دست ما می آید همین چیزا بله برادر عزیز یعنی که حالت‌های میشوه که دهان در بالانسا دا میره نگاه میکنه که مثال یوردامت نمیکنه اسکرید نمیکنه که چیکار کنی الحمدلله که نگاه کنه که چقدر امی برادرها که اومده خدمت کردستن ایروزی که ما میدونم در مقصد ما بسیار خیلی بسیار میبردم در دهن در دختر میرای جورای ساعت تو بگر او چی را دم میسی و یک کارای دوره دا برده الحمدلله میگیره همه کاغذاش پر میکنه نپاولینش میگیره ادرس شما میکنه ادرسش نمیاد میگیره رویش میکنه درست نپاید میگیم کجا روان با کی مراجعت کنن مقصد سرگردانی کم میشود بله برای سابقی کورا بعدم برادرایی که مقصد میخواین که اویله هاتون بیارن الحمدلله که خوراکا کار میکنن ما نوارای پیش مونده بدن انا حاضرم هستن خیشاشو نمیتیم یکی خوارا هستن کار میکنن به یگم سمنیت الحمدلله میتونین که مراجعت کنین مسئله ای که برادرای عزیز یگم وقتی نگاه میکنین که مثال راه را نمیوین یگم چیز کردن نمیتونین همین مسئله ها در برادرای عزیز نمره را ما میمونم نمره را پدراب زنگ بزنه خش رو به مراجعت کنین ان شاءالله که با دکتر خودش میگه اما خلاص bez problema یک پا گذای شمته خیل بله شمته مقصد نگاه کنین در برادرای عزیز او طرفو هستای اونا همه کابینتوش هستن
اینجا اینا اینجا جای چی خیلی سوزی سلامتی هم خوبه اینجا کارو خوبه چو کرد تقا ما همون شمال زده بود میانی استموره را خب بعد همینجا اومدیم پیشن دکت اینجا نیومدیم اول یوتیوب تماشا کردیم همین خطه دیدیم شنویدیم برادر خطه دیدیم یک بودی دیم کارتش هم تماشا کردیم اونجا اومدگی بود اونجا سر کده بود همون روز پید نکردم همون روز بین اومده گفتم که ندیدیم همه خوب تنجو خیلی پروردگار شفای کامل تا ایجا میشه وطنم ها بچه اتش هفته کم شنویدیم بچه کوی بوسه زنده بودی تقیب بایش کم چی خیلی شامول زده من نمیدونم بای بوز بلگی شوخی میکنیم ده تقیب کم کم شلو همش خوب میشه و نغز میشه خداوند شفای کامل تا ها بچه چی بانه مو بچه مو یکم چینه دیدیم برادر عزیز داخل تقیب دو کنین مقصد یک چیز ایده برادر عزیز تو آدم از او رو شنویه دهن در بالینسا نمیایه هم خیلی از چی میگوی برادر را چی سوید میتی برادر را خیلی یکم او خرج و ترشو میکنه او خرج و گب نیست حرمت احترام همه طرفه همین لبوجی همین خیلی همین حرمت احترام کنه که در این طرف همش ست شنویدیم برادر عزیز خیلی بو بچه ها منجا ده خوبم ما دیدیم موزی گب زدیم ها زنده باش زنده باش سلامت باش الله مهربان شفای کامل تا برادر عزیز خدا نگهبانتون باشه در امان الله باشین خیلی چیزی که دیدین یک بارم خیلی در آمدیم دیدین داخل اکا دو کنین خدا نگهبانتون باشه